این دفعه از دستم نجات نمییابی جناب ایاز. ایاز کجاست؟ آدمانی در نزد در بوده هم نیستند. شاید مشکلی پیدا شده باشد جانم. نمیدونم. بیا رفتیم. باید ایاز را پیدا کنیم. جواب ده آرکچی. با تلفنم جواب ده. لعنتی بیعقل. ابله. ما چرا نپرسیدیم که ایاز را کی میکشد؟ مگر ما عقل نداریم؟ بیعقلیم. با خدا که قماندان، من یگان چیز رو نمیفهمم. من بعد سرم کار نمیکند. آخر چرا ما مردن ایاز رو نمیخواهیم؟ چرا برای محافظت ایاز میرویم؟ من ذره نفهمیدم. همش روشن است سفر. اگر ایاز بمیرد تمامی بایگری ما هم به قبر میرود. همش روز بر این روشن است. اکنون فهمیدی؟ اکنون فهمیدم. ایاز کجاست؟ اون دختری که همراه شما آمد او برده است. گلسوم ایاز رو به کجا میبرد؟ خاطر نشوید، کمی پس گنراتور به کار می‌دارد. خاطر نشو. آدمانی پیچیده در نزد او هستند. با ایاز یگان چیز نمیشود. حالا اویدی ایاز خاطر نیستم گل. اویدی جناب تحسین فکر میکنم. گلسوم گفتن دختر آنقدر باوریناک نیست. اگر خواهی پرسجو میکنم. بسیار خوب. باوری حاصل کنیم خوب میشود. فهمم. همشیره، ایاز شنگول در کدام حجره است؟ از زهده کار نمیبرایی. دفتر را بمانده. ایاز شنگول 302 زفر پریده. بگیر. نیست. ایاز در کجایی؟ در کجا؟ بیمو را کجا میبرید؟ اینجا انبار است. دختر رنگین کن گفته بود. فکر میکنم خطا کردم. باز برایتون برگردید و در طرف چپ اجرای یکم است. تشکر برادر. لعنتی، این همون زن است. این اوست. کشاده شو.
یک طرف ایستاد. گم شو موی سفید. شب بوده. امک جان خوب هستید؟ سلامت باش دخترم. خوب هستی دمک؟ اقلا به قفای نگاه کن به تربیه. بیاز رفتیم باید ایاز رو پیدا کنیم. یک طرف ایستید. این کارو نکن. تو چی کار میکنی؟ سپارش بیکار شد، فهمیدی؟ در کجایی ایاز؟ در کجایی؟ اکای ایاز نمیخواهم که شما رو نیز از دست دهم. این آدم به من سالم در کار است. در رو کشوده نمیتوانم. ما برای کشودن کوشش میکنیم. اینقدر کوششی مرا برباد میدهی. این آدم نباید بمیرد، باید زنده ماند. محکم شده است، بازوری میکشاییم. تو در اینجا چی کار میکنی؟ جناب دکتر از شما رنگین طلب نکرده است. خطا شده است. همین طب برادر آخی به من بیمار رو بیارید گفتن، من از کجا دانم؟ ایاز یک طرف است خواهرم میبره. خواهرم بیاز بیا آخی. شما اینجا چی کار میکنید؟ الو یگی در کجایی؟ در باید қайдҳои сабт шуда буданд ку? фаҳмо корҳоятро яксу гузошта ба беморхона биёр. برای چی؟ аязи бадбахтро муҳофизат мекунӣ. چی؟ اما چرا؟ ту биё баъд муфассал мефаҳмонам. зуд ба ин ҷо биё. шитоб кун. فراموش نکن بیرناز که
одамони ба мо монеъ шударо ёфтан аст. медонам ҷаноб. барои бо килич даҳан кор кардан фурсати қулайро интизор мешавам. вақт кам аст биназ. медонӣ ки ман интизор шударо дӯст намедорам ва интизор кунандаро умуман дӯст намедорам. зуд ягон роҳи пайдо карда фурсати қулайро ба даст ор. бало занад. акаи фарҳод, акаи Аяз. акаҷонҳоям, имрӯз шуморо ҳам пайдо карда натавонистам. фарҳод, Аяз. ҷонон, Аяз, худоро шукр. ба ман чӣ шуд? خوبی هیچ چیز نشده است. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? نقل میکنم، همش رو میگویم. باز کمی بردم شو. ман хубам ҷонон. шарт нест ки ба ман чизе гӯӣ. илтимос аз ин ҷо бирав. به هیچ جا نمیروم. مرا گوش میکنی؟ хуб, ин хел бошад ман меравам. ایست نمیروی. گوش نکرده به یگان جا نمیروی. ман чиро гӯш мекунам, чиро гӯш мекунам ҷонон? تو رو چقدر بسیار دوست داشتنم رو. سوار پسرم، در اینجا بودنم را کی به شما گفت؟ چند روز می شود که به خانه نمیویی. من از طریق پرسان شدم. سواش یگان مشکلی داری؟ навақлат ба кор даромад. фикр мекунӣ ки ишқ бозича аст? چیزی که بگویی حق هستی. آخر به این کار مجبور بودم. ба чӣ маҷбур будӣ? то дирӯз ба ман мегуфтӣ ки дар дилам танҳо ту ҳастӣ, аммо рафтию бо саваши лаънатӣ сари мизи никоҳ нишастӣ. ҳеҷ як маъзарат кори туро иваз карда наметавонад, фаҳмидӣ? بر عوض نجات دادن جان تو بود. اگر لازم باشد باز میکنم. یک ثانیه هم اندیشه نکرده به آن میز نکاح میشینم. ин гапа чӣ маънӣ дорад? من با کلیچ دهن شرطنامه بستم. بر عوض بخشیدن جان تو با سوش آیله دار شدنم را قبول کردم. ту чиҳо мегӯӣ ҷонон? بس است. ба ман дахолат накунед, аз наздам равед. چی گپ شد؟ التماس به من نقل کن سواش. چی شد سواش؟ یا اینکه با جانان مناقشه کردی؟ инсон бо дӯстдоштааш ҷанг мекардааст модар. ҷонон маро зарраи дӯст надоштааст. чӣ шуд? ба ҳайрат наафтодед? шумо ҳам ҳама чизро медонистед. шумо ҳам аз бозии ифлос хабар доштед, модар? اگر با سوش آیله دار شدن راضی نمیشدم کلیچ دهن تو را میکشته است. اگر تو را میکشت من به تو زندگی کردن نمیتوانستم. Аяз. яъне он ҳама бозии оиладоршавӣ, туро дӯст намедорам гуфтанҳоят ҳама дурӯғ буданд, амихи? من بغیر از تو دیگر کس را دوست نمیداشتم. دوست نخواهم داشت. میدونی Аяз، من بعد عموما نمیترسم. نه از کلیچ دهن و نه از کارهای میکردهش. он гоҳ натарс, ман дар барат ҳастам.
هیچ گاه با اون بیناموسا راه نمیدیم که تو را به چنین احوال گرفتار کنند. اگر بمیریم هم همراه میمیریم. اگر زندگی کنیم هم یک جای زندگی میکنیم. اکنون که حقیقت را فهمیدی باید قبول کنی پسرم. تا که این خیل میگردی سواش. شاید تا مرگ باشد. میدونم باید فراموش کنم و هر چی زودتر از دلم برارم. ها؟ من میمیرم مادر. گلو گیر میشوم. دروغ باشد، نیرنگ هم باشد، برای با جانان زندگی کردن راضی بودم. من بی وی نمیتوانم. پسرم، شما با این دروغ‌هایتان مرا کشتید مادر. اگر جانان نباشد من هم نیستم. پسرتان مرد مادر. مردم. پسرم. جناب، برای با کلیج دهن تا خوردن سببی خاص دارم. بسیار خوب، اما کار تحسین رو حل نکرده به این کار دست نزن. با عرقچی رفتاری دوستانت رو دوام ده. فهمیدی؟ میدونم جناب، اما این کار بسیار دشوار است. جناب تحسین چنان به ناموس است که بدام نمیافتد. برای من وقت بسیار لازم است. حق نداری، تنها میتوانی که راه دیگر رو انتخاب نمایی. فراموش نکن که وقتی انسان از او شود ناموسش هم خواب میکند. شما را فهمیدم جناب. اگر این خیل باشد پگاهکاری یکمی من کشتنی تحسین است. اگر رسم ها را در دست داشته باشیم او را میتوانیم که در بالای انگشتانمان بازی دارانیم به خبر به دام میافتد. از جناب تحسین چی میخواهی؟ تو کی هستی؟ خواهرم بی از تو مرا خطا فهمیدی. بس کن، با من دروغ نگو گلسوم. گفته هایت را شنیدم، حتی با شیوه کوچکی گپ زدی. از ما چی میخواهی؟ خواهرم به خدا که تو مرا خطا فهمیدی. همه‌اش رو به تو میفهمونم. تو این را به جناب تحسین میفهمونی. حالا با تو وا میخوریم. این خیلی نمیشود خواهرم بی عرده. احمق. چی کار کردی گل؟ چیزی یافته توانستی؟ ба қишлоқаш гурӯҳеро фиристодам ки пурсуҷӯ мекунанд. насиб то саҳар ягон маълумот мегирем. ту чӣ кор кардӣ? ягон хабар ҳаст? чӣ кор ҳам мекардам? ман муҳофиз шудам. чӣ шуд? ё ман ба муҳофиз будан муносиб нестам? ман ҷиддӣ ҳастам. чӣ шуд? магар нақл намекунӣ? ман ҳам ҷиддӣ ҳастам. гуфтам ку муҳофиз шудам. мин баъд аязро муҳофизат мекунам. جناب کلیج، این من بهناز کریم، نام دیگرم گلسوم است. باید فوراً واخوریم. وای، تو را شناختم. وا میخوریم. به مکان آرکچه بیا. نمی شود. من و تو باید تنها واخوریم. پس از نیم ساعت وا میخوریم. خوراکت را خنک نکن. پدر؟ به
شما چی شد؟ کی این کار رو کرد؟ خوب هستید؟ به من اهمیت نده دخترم. خوب یا نیک بودن من چه فایده دارد؟ ایاز، تو خوب هستی؟ شاید بگویی که این مرد با کدام روی به اینجا آمد. حق هستی. من سزاوار طلب کردن عذر هم نیستم، اما برایت گپ دارم. بیهوده آمده اید. چیزی صحبت کردنی نیست. از اینجا زودتر روید. ایاز، التماس به پدرم یک شانس ده. جانان، به خاطر من التماس. قلیچ الکی حقیقت تو را میداند. همه چیز را به او نقل کرده ای. این کم نبود که زنده بودن اکاد فرهاد را نیز میداند. یعنی همش رو گفتم. حقیقت ها رو نقل کردم. آنها به من دارویی دادند. برای همین چنشده است. اکم چی؟ او را یافته است ها؟ آرام شو، آرام شو. اگر میافت مرا اینقدر میزد، در کجا بودن اکات رو نمیداند. ایاز، اکات فرهاد زنده است؟ او را یافتی؟ یافتم جانان، اما این قصه ای دراز است. بعد به تو میفهمانم. قلیش تمامی کوشش ها را به خرج میدید تا او را یابد. بله، از دستش چی کاری که اوید میکند؟ برای یافتن اکات تو رانی زنده نمیموند. من بعد به ناخون ایاز ضرر رسانده نمیتواند. او در فکر میلیون ها دلار است. چه خیلی میلیون؟ مگر فراموش کردی؟ آخر یک جای به شویتزار رفته بودیم. به یک بانک پول برده در آنجا به نام هر دو صورت حساب شده بودیم. ها گفتن را یک سو گذار. اگر از هر دو یک بمیرد آن پول را گرفته نمیتواند. آن پول برای انتخابات تو و اگر ایاز بمیرد پول در بانک میماند. گفتم خلاص قلیج برای پول شده دشمنش را بالای کتفش میگرداند. حالا تو آدمی بای هستی. دیگر چی هم گوییم؟ پول کلیش دهن را محافظت کردن خود بایگری است. اصلا تو یکی از بای های انقره هستی. تو بای هستی، پول کلیچ هم نباشه. تو چی ها میگویی؟ سوش با هیلگری گذرگاه شاهراه را عوض کرده است. فکر میکند که زمین های اطراف شاهراه در قید جندن هولدینگ است، اما آن زمین ها در نام تو قید شده است. بله، آخر آن زمین ها از آن توست. خوب فهمو، اما آن زمین ها ارزشی نداشتند. حتی قادر کشتی نرخی خوبی پیشنهاد کرد و به او فروختنی بودم. قادر کشتی از آن تو بودن زمین ها را میدانست. تو را فریب کرده آن زمین ها را به خود گرفتنی بود. آن روزی که کلیش تو را دزدیدنی بود، من برای آگاه کردن تو را جیغ زده بودم. یعنی سوش ندانسته ایاز را ثروتمند کرد. روزانه جاسوسی و شبانه خانم زیبا. عالی. به من حالت شبانه پسند است، البته اگر میل داشته باش. میل ندارم. من اینجا برای دلخوشی نآمدم. با تو یک پیشنهاد دارم. خوب شده است. یعنی هر چی که تو گویی من راضیم خانم زیبا. اگر این طور باشد تا پگاه روی خط تمام جاسوس های کشور را به من میدهی و باز از این دو جاسوس های عجم را به ژیتم داخل میکنیم. بسیار خوب. تو با چگونه پیشنهاد نزد من آمدی؟ تو فکر میکنی که من میفروشم؟ شکر کن که زن هستی وگرنه گردنت را میشکستم. تا تو نقشه میکشی که مرا بکشی، من تو را کیها به خاک میسپارم. باور کن. برار میخواهم. فهمو کلیج دهن. از این بر می آید که نفروختن دولتت از یافتن فرهاد مهمتر است. پیشنهاد من مهم نبوده است. ایست. فرهاد گفتی؟
تو میدانی که فرهاد در کجاست؟ زود بگو. کلیج دهن. من دراز کردنی گپ را نمیخواهم. تکلیفم چنین است. تو گفته های مرا میکنی و من فرهاد را زنده به دستت میسپارم. به قرار بیا. ака аяз нахез дароз каш чӣ ҳол дорӣ додарам? хубам ака, хубам. ту чаро ба инҷо омадӣ? боз касе набинад ки ту дар ин ҷоӣ? ором шав аяз. килич маро муҳофизатгари ту кард. килич? охир ту марди миллионер шудаӣ. ҳамин хел будааст. зиндагиро бубин ака. он лаънати дирӯз бо тамоми вуҷудаш мехост маро бикушад, аммо имрӯз туро фиристодааст то касе маро накушад. ту чӣ ҳол дорӣ? хуб ҳастӣ? сахт тарсидам аяз. фикр кардам ки қотили додарам шудам. бубин, ман хубам ака ва ту кори дуруст кардӣ. агар туро намепарондам, килич худаш туро мекушт. агар киличро кушам, ин қадар одам туро зинда намемонданд, мекуштанд. медонам ака, медонам, аммо зарбаҳоят сахт будааст. хайрият ки апаи гул санъати ҷангиро хеле хуб медонад. хулас ба ҳамдигар муносибед. аяз, ман туро кам задам. кошки ҷоғатро мешикастаму ту сафсата намехондӣ. ҷоғатро шиканам. шикан. беҳтараш ман ақли туро дар ҷояш мемонам. ака, исто ака накун. ака накун. аз ин кор асабӣ мешавам. додари ширбачаи ман. аяз, ака ҷони ман. یعنی خواهشت را اجرا کنم فرهاد را یافته میدی؟ همین خیل؟ خیر این کارا چی خیل میکنی فهمان؟ خواهر فرهاد در دستی من است. تو چه ها میگویی ایسن؟ خواهری فرهاد که ها مرده است در حجت ها همچنین قید شده است. ژیتم چیه که به حجت ها باور میکند؟ خنده آور. امنیت شما ترک ها همین قدر است. بعد دختر نمرده است، زنده است و این را تنها من میدونم. در خوابم بیاز را دیدم. بخیر است انشالله. اما رویش را دیده نتوانستم. акаи аяз, акаи фарҳод, барои чӣ наомадед гуфта аз ҳардуя мо ранҷида буд. ҳоло мебинӣ хоҳарамон беязро низ пайдо мекунем. дигар ҳеҷ гоҳ ҷудо нахоҳем шуд аяз. зуд ҳамон рӯз биёяд ака. дигар қуввае надорам ки тоборам. намехоҳам ки беязро наёфта бимирам. من چی خیل باور کنم که تو دروغ نمیگویی؟ این صحیفه از دفتر خاطره دختر است. این را به ایاز ده. چیزی مخصوص که بین آنها شده گذشته است. اگر درست باشد فرهاد را با خواهرش شکار میکنی. اما برای یافتن فرهاد البته اول به خواهرش احتیاج داری و او باشد در دست من است. اگر گفته هایم را اجرا کنی دختر را به تو میدهم. تا پگاه وقت داری.
алло خانم اویدی گلسوم کلحقی معلومات خویش کردهتان آماده است در بالای میزتان میگذارم не дар болои мизам нагузор ман имрӯз ба кор намеоям дар роҳи назди боғчае ки чорен вомехӯрем ва дар он ҷо аз дастат мегирам пас аз 10 дақиқа меоям خوب шудааст зуд баро мебароям хуб خوش آمدید جناب. خوش باش دخترم. خانم نیلگون نیست؟ خانمی کاتبه کمی بیمار شدن. خبر دادن که امروز نمی آیند. با من یگان امر داری جناب؟ چی ها میگویی؟ امر نه بلکه خواهش میکنم یک قهوه تلخ بیار. زود تیار میکنم. خب مایلش. فهمم. درویش بیا. درویش من یک خطا کردم. تینجی است خواهرم؟ من دیروز شبانه اینجا رو تازه میکردم و ناقل تلفن پیش پا خوردم. کنده شدم. حالا باشه تلفن ها کار نمیکنن. قربونت شوم. جنابی تحسین نفهمیده یگان استا رو یافته بیا تا اینها رو درست کند. خدایا مایلش من یگان استا یافته میارم. تشکر. این دختر گلسوم نیست. خدای توبه. یک هفته می شود که گم شده است. جنابی تحسین. پدر یک مرد قد پستک نه قدش اینقدر کلی پستک افسر تو رو میپسه او اخلا میگفتید که چرا اینقدر سراسای مایید؟ جناب یلدون محو شدیم. بیا جناب مفید اینجا شین. با خماندان کلیچ با تماس فرموده نمی شود. حالا باشم مرا گناهکار می دانند. آب را نوش وگرنه خود را از ناآرامی میکشی. اکنون گپ زن. یعنی گفتنیم که یگان تای زمین های اطرافی شاه را از آنی شما نبوده است. همه زمین ها از آنی ایاز شین گل بوده است. چه؟ میدونم جناب مفید میدونم. میدونم چی گفتنی گپ است. آخر یگان کار کن. چی کار هم میکردم؟ جوان در وقتش کار کرده به عوضش زمین را گرفته است. این دزدی و متهمی نیست. کار کرده به دست آورده است. فرزندی بیگانه با پول ما بای میشود و ما باشیم دهانمون را محکم کرده میشینیم. همین خیلی است مگر؟ نه من، اما تو محکم کرده میشینی. اگر دهانت را کشایی پوشیدنش را میدونم.
چرا کسی به تلفن جواب نمیدهد؟ الو گل در کجایی؟ از آن دختر یگون خبری نیست؟ فرهاد تو حق بودهی. یک هفته پیش اعلان کردن که گلسوم کل حقی بدرک شده است. او در حقیقت گم شده است. خلاص درباره جناب تحسین گلسومی حقیقی نیست. با تو گفتم گل، آن دختر شبهناک است. تو زود به نزد جناب تحسین رو و من از خفای تو می آیم. پیش از ضرر رسانیدنش باید او را باز داریم. زود. تو رو کمی خواب کن. آن بچه ابله را ظفر پاسبانی میکند. وقتی که از خواب بیدار شوی به تو سورپریزی خوبی دارم. چی بوده است جناب؟ به نزدیکی آن فرهاد سکران مییابم. جیگرش را باشد. تو کنده میگیری. یافتید؟ یگون معلوماتی گرفتید؟ نگاه کن چه خیلی به هیجان آمد. خواهری او در دست ماست. در این ساعت در آفیس حتما یگان کس باید باشد. معلوم است که انیق چیزی شده است. خواهرش؟ خواهر داشته است. شما چه خیلی فهمیدید؟ از جاسوسی که نزد تحسین کار میکند. او همش را به من نقل کرد. مرحمت جناب. دستت درد نکند. نوشی جانتان. آن دختر حالا در کجاست جناب؟ هنوز من هم نمیدونم یگید. اما با فکرم او را در جای مخصوص نگاه میدارم و پگاه او در دست من خواهد شد. با کمک او فرهاد سگ پیش پایم می آید و او را زیر پایهایم پخش میکنم. معلش جزئیاتش را پگاه صحبت میکنیم. تو حالا برو. رفتیم ظفر. بیاز خواهرم، خواهر زیبایم. نهایت تو را یافتم. اگر جاسوس گلسوم جایت را بداند. آه خدا، گل حالا برای کشتن جاسوس می رود. ای دختر، با تلفن جواب ده، جواب ده.
тавалло мекунам накун. Тавалло мекунам накун. Ба зангам ҷавоб де, ҷавоб де. Гулсум бояд зинда монад. ҷои беязро танҳо ӯ медонад. хоҳарамро танҳо ӯ мешиносад. Ба телефонам ҷавоб де. даркушода намешавад. ёрӣ диҳед. ёрӣ таҷини роҷер занед. ёрӣ диҳед. جناب خوب هستید؟ یعنی تو نمیگویی که اکد کیست ایاز؟ کارو خودم حل میکنم، بعد میبینیم. مرحمت جناب. این چیست بیاق؟ گل؟ من میبینم که این گل است. به ذوق. نخواد تو گلی سنئی بگی. جناب آخر در این اطراف یگان گلی زنده نیافتم. فکر کردم که همه گل است. ایستا. این برای آن بچه به عقل زیاد است. میشود. آه ایاز جان اکنون تو سوختی ایاز جان. خواهرک تو را به دست ما می سپارد. بمانده. آه سوختم عزیزکم. جناب خوب هستید؟ خوبم گلسم. در کشا نفس کشیده نمیتوانم. نترس نمیمیری. کمی پس به مانندی کودک ها خواب میکنی. بهوده زور نزن. خود را به اختیاری من سپاره جناب. تو همان جاسوس هستی؟ بله درست. از شناسایی شدم. درویش خوابهای شیرین. یک طرف ایستید. یاری دهید. احتیاطکارانه او رو بیرون میبراریم. خدایا خواهرم رو یافتم اما از نو گم کردن رو به من نصیب نگردان. تولا میکنم گم نکنم. تولا میکنم. راحت هستی؟ ایست این بالش رو نیز میگذارم. جانان بس است. پشتم را پوری بالشت کردی. کمی پس ستون مهرم درد میکند. گیر همش رو. ببخش من برای راحت بودنت گذاشتم. من به این هم راحت هستم. تو خودت بشین. خدا شفا دهد. به ما اجازت هست؟ چی شد؟ خواهر جان به صدمه دچار شدی. نترس. کمی پس تو را به بیمارخانه میبرند. خدای توبه. جناب تحسین دیر کردم. خانم شما باید از جایتون نخیزید. سر دهید. تو چیکار میکنی خواهرم؟ یک طرف ایستید. الو. از شبای پلیس گوش میکنم. میخواهم یک خبر رو بگویم.
عمرت همین قدر بوده است تحسین جان. اما اعتراف میکنم مردی تا باور بوده ای. تو در اینجا چیکار میکنی؟ با کدام روی به اینجا میایی؟ به بیرون برو، دفع شو. ای دختر تو یک طرفیست. مرا گوش کن حیوان، باری دیگر به او دست رسانی تو را بوقی کرده میکشم. نفس گرفته نمیتوانم ایاز جان. چرا تو اینقدر عصبی شدی ایاز جان؟ آخر بچه ها به تو نفهموندن. حالا تو باید استراحت کنی. چی میخوایی لعنتی؟ چی درد داری؟ چی درد داری؟ با پلیس زنگ میزنم. سلام عزیزان. جانم یک طرفیست. بله جانم. اگر گپی ایاز را گوش کنی خوب می شود. همین طور نیست؟ و هم زنها باید به کار مردان بینی من به تو گفتم که از من چی میخواهی؟ هیچ چیز. چندین سال باز همدیگر را میشناسیم. برای عیادتت آمدم. مگر ممکن نیست؟ ای عزیز تو. خوب را خوب. دفع شو از اینجا را. سرده لعنتی. بالایش را پشت زفر. دفع شو از اینجا. دفع شو از اینجا. سرده. ما هم تا شب اینجا ایستادنی نیستیم و هم عیادتی بیمار باید دراز نباشد. خیر، گلهای ما را قبول بفرما. تو مرا مسخره میکنی سگزاده؟ ای از آرام شو. نه، برعکس. در حیاتم بار یکم با تو جدی صحبت میکنم ایاز. قیمتش را بدان. از اینجا دفع شده رو. از اینجا دفع شده رو وگرنه به سرت بلا میآید. دفع شو. خب تنها فراموش نکن ایاز جان، زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. مین بعد وابسته از شرایط کار میکنی. من هیچگاه دست افلاسی تو را فشرده راضی نمیشوم، میشکنم. فهمیدی؟ فهمیدم ولی این گپ ها را از کجا یاد گرفتی؟ به تو نمیزیبد؟ یا اینکه از تحسین طلاقلو یاد گرفتی؟ به نزدیکی به عیادت او هم میروم و همتان احترام کردنی مرا یاد میگیرید. خدا شفا دهد. میرویم ظفر. با شما شفای کامل خواهانم. دفع شوید. ای از آرام شو. جناب تحسین کمه این خیلی سفید خوبتر به نوار میگیرد. دستانتان رو جنبانید. شما به همتایید. فهمو خدایا امید میکنم که دیر نمیکنم. چی گپ شده؟ خدا لعنت کند. آخر اینها از کجا آمدند؟ در اینجا انتظار شوید و کسی را به بنا در آمدن نمانید. به قفا هم نروند. با دقت باشید. اطاعت سردار. در اینجا چی گپ باشد؟ در کجای گل؟ در کجای؟ خانوم مرا میشنوید؟ نگیرید خانوم، التماس. سردید در کجایم؟ با کجا می رویم؟ نخیزید، خواهش میکنم به بیمارخانه می روید. نمی شود جناب تحسین، باید جناب تحسین رو نجات دهیم. آرام باشید خانم. ماشین را دارید زود. من در اینجا موندم. اکنون چیکار میکنم؟
در را کشا، در درون هستی، در را کشا. در بالا کسی نیست قماندان. این در محکم است، در همین جا می باشند. یگان چیز رو بیارید تا که در را کشایه. در را کشا، میدانم که در درون هستی، در را کشا. ایست، نگرید. جناب تحسین خوب هستید؟ به دستش کشنگ زنید. جناب تحسین خوب هستید؟ زود به یاری تجلی زنگ زنید. اما خوب شده. ایسته، در آمدن من است. در اینجا چی گپ است؟ شما کیسته؟ این طرفش کاری ماست. بیا. در وقتش آمدی. جناب تحسین کجاست؟ از روش رفته، یاری تجلی جز داده. جوی دختر شده کشوده است. چرا این خیل شد؟ با پا خسته کمی راه گشتنی شدم، برای همین چنین شد. التماس خود را مجبور نکنید. خوب شده است. با همشیره میگویم که هر چه زودتر دارو گذراند. فهمو، تشکری زیاد. خدا شفا دهد. خوب هستی؟ سخت درد میکند. خوبم من جانان، چیزی نشده است. به همه گناهگار کلیچ است. باز شرم نکرده گل آورده است. من رفته با همشیره گپ میزنم. اکی ایاز، اکی فرهاد، تا حال از شما امیدم را نکندم. میدانم که روز آمده من رو مییابید. هر شب آرزو میکنم که کی به هم دیگر میپیوندیم. بیاز، خواهرم، خواهرت به تو سلام گفته است. به سری قبل خواهری غریبت بیا، صحبت میکنیم، با تو راز دل میگویم. کلیچ دهن. خدایا تولا میکنم که جناب تحسین خوب باشد. اگر با او یگان چیز شود من خود را تمامی عمر نمیبخشم. پلیس ها دستگیر کردند. جناب پرویز، عملیات عملی نشد. بیناز کریم دستگیر شد. اطاعت جناب. در اینجا چی گفت؟ من راننده جناب تحسین هستم. کجا؟ جناب تحسین! در وقتش آمدی. فکر کردم که همه چیز به آخر رسیده است. به این هم به آخری راه آمده ای. اگر با تو کارم تمام شود من خودم جزایت را میدهم. گوش کن، به این هم از این وظیفه جیتم خبر دارد. امری عملیات تحصیل را او به من داد. اگر خواهی زنگ زده بپرس. من جیتم را نمیدونم ای دختر. در تنهایی کار میکنم. سوار شو.
در کجایید؟ آخر نیم ساعت می شود که یاری تجلیلی را انتظاره. چی شد؟ جناب تحسین خوب است؟ در درون بهوش است. زودتر زودتر. فرهاد گلسوم رو دستگیر کرده است. خدایا شکرانه میکنم. حالا با من در کجا بودن خواهرم را میگویی؟ تو آیده چی گم میزنی؟ خواهرم بیاز در کجاست؟ کیلیچ محض تو را میجوید. فرهاد. بله فرهاد. گبزم. بیاز در کجاست؟ فرهاد با دقت باش. دوید. بیاز کجاست؟ خواهرم کجاست؟ خواهرم در کجاست؟ خواهرم را در کجا نگاه می‌داری؟ پیش از مردنت بگو که خواهرم در کجاست. گبزم به تو گفتم. خواهرت در قعری جهنم است. نه. بسیار زیبا شد. عالی، بسیار عالی. جناب ها، بیناز کریم را کشتند. جاسوسی که درباره تحسین جایگیر شده بود، یعنی گلسوم را. تو چه ها میگویی؟ آخر تنها اون میدانست که خواهری ایاز کجاست. ایاز حالا می آید. اکنون چیکار میکنیم؟ ایاز در کجایی؟ در کجا؟ فرهاد خوب هستی؟ فرهاد فرهاد غمگین نشو. به هر حال اکنون میدونیم که خواهرت زنده است. این خیل باشد در کجاست؟ در کجاست؟ خواهرم بیاز در کجاست؟ من او را چی خیل پیدا میکنم؟ خواهرم را یافته بودم. گلسوم گفتنی زن جایش را میدانست. دوان به نزدش رفته با آغوش گرفتنی بودم. تا این روز گمان میکردم که او مرده است. تو را تنها گذاشتم. من را بو بخش گفتنی بودم. او را گرفته به نزد ایاز بردنی بودم. لیکن موفق نشدم.
باز از عهده‌اش نبرآمدم. این چطور شد؟ این حادثه چه خیل روی داد؟ گوش کن ظفر، با یاری آن دختر من باید فرهاد را میافتم. فهمیدی؟ ای از اکنون بمیرد اکش را به ما نمیسپارد. کاری کرده باید اکش را یابیم. جناب، با فکرم ایاز حالا در راه است. یک راهی هست که او را مشغول میکنیم. این را به من ده. دقت، کلیچ دهن گپ میزند. مکانی تمامی جاسوسان را معین کنید. فهمیدید؟ معین کنید. یک دختری تخمینا 20 ساله را دستگیر کردند. به او ضرر نرسد. او را یافته نزد من بیاره. درباره خواهرم گپ میزند. رفتیم گل. باید بیاز رو از آنها پیشتر پیدا کنیم. فهمو اما چی خیل؟ با کجا رفتن آن رو نمیدونی؟ پس از شخصی میپرسیم که معلومات دارد. و مزار اهل عائلت خوش آمدی ایاز. اینجا برای قبر مکان خوب است. هوا تازه است، دامن کوه. ولی در اینجا مرده را باید زود گور کنی، وگرنه خوراک پرنده ها میگردد. جاسوس را دستگیر کرده اید. تشکر. با جای تشکر میخواهم که از شما یک دو چیز رو بپرسم. با ما سراغه آدمانی پرویز فراهی رو دید. مایلش. اما چی کار میکنی؟ برای ایاز و من در دست آنها از همه چیزی پر ارزشی هست. فکر میکنم کی بودنش رو نمیگویی. حالا نه. بشیر، با رفیقانمون یاردم ده. روزی میرسد که به شما قرضهایم رو برمیگردانم. وعده میدهم. خواهرم در کجاست؟ خواطر نشو، در جای بی خطر است. ولی فردا چی حادثه رخ میدهد البته نمیدونم. این وابسته به قرارهای برادرش است. فهمیدی؟ از من چی میخواهی؟ هیچ چیز. تنها میخواهم که تو انتخاب کنی. به این مزار خوب نگاه کن. در این جایا برادرت فرهاد یا اینکه خواهرت بیاز میخوابد. از این هر دو یکی را انتخاب کن. تنها همین. در اینجا سراغه های بسیار هست. از کجا سر میکنیم؟ از نزدیکترینش. تا یافتن خواهرم یک همه جای را از نظر میگذاریم. سراسیمه نشو. هنوز وقت داری. خواهرت تا سحر همراه ما میماند. بچه های ما او را خوب نگاه میکنند، مثل کودک. خواهرت هم خیلی کلان شده است. در این یا آن کار او را استفاده کردن ممکن. من تو رو میکشم لعنتی، میکشم. تو مرا نادرست فهمیدی. من سخنی بد نگفتم. خواهرت برای من هم همچون خواهر است. اکنون دستت را بگیر. دروغ میگویی. برای به دست آوردن یکم نیرنگ میکنی. همین خیل. اما به تو باور نمیکنم جنابی قلیچ. این دفعه مرا فریب کرده نمیتوانی. خیر، تا بازدید.
آن روز بهترین روز در حیاتم بود. پدرم همه‌مان را به تماشای کرس برد. همه جا را سیر کردیم، حتی عکس هم گرفتیم. بعد در یک جای زیبای نشستیم. پدرم گوشت بیریان میخوریم گفت. پول داشته ایم، ولی ما باز آبی گوشت را نوشیدیم چرا که پول زیاد صرف نشود. چنان خرسند بودیم که آب گوشت از گوشت هم بالذت‌تر بود. مزه‌اش تا هنوز در کامم. بعد آن روز دیگر هیچ گوشت نخوردم. هر باری که خوراک خورم گمان میکنم که به عائله‌ام خیانت کردم. از دوری آنها عذاب میکشم، آنها را پزمان میشوم. عالی، بسیار عالی بوده است، بسیار خنده آور و بسیار علم آور. اگر به موی او ضرر رسانی، تو را با دستان خودم در این قبر گور میکنم. تمام دنیا شاهد شوند که تو را زنده و زنده در این قبر گور میکنم. تو باید انتخاب کنی. مرا فهمیدی؟ و این مزار یا برادرت فرهاد می درآید یا اینکه خواهر جانت بیاز. انتخاب کن یکی را. اکنون برم. سراغ یکم همینجاست. خدایا مدد کن. تنها میخواهم که تو انتخاب کنی. در این جا یا برادرت فرهاد یا اینکه خواهرت بیاز میخوابد. از این هر دو یکی را انتخاب کن. ایستید، ماشین را دارید. در همین جا مرا انتظار شوید. زودتر باش گل، باید دیگر جایها را نیز ببینیم. تلفن. الو. الو، اکا بیاز زنده است. خواهرمان زنده است. میدانم دادر، شنیدم. من و گل او را جستجو داریم. خواطر نشو ایاز، خواهرمان را پیدا میکنیم. اکا بیاز در دستی قلیش بوده است. اگر فرهاد را به دستی من نسپاری بیاز را میکشم. گفت آرام شو دادر، بیاز در دست کلیش نیست. دروغ میگوید. حالا خواهرمان را نیفتاد. جای ترس ندارد ایاز. من بیاز را از وی پیشتر پیدا میکنم. خواهرمان را پیشتر از وی بیناموس پیدا خواهم کرد. به تو وعده میدهم دادر، وعده میدهم. با توجهی تمام جاسوسان، عملیات بیکار کرده شد. جستجو را قطع کنید. آنچه لازم بود در دستمان است. تکرار میکنم، در دستمان است. عملیات قطع شد. هیچ ممکن نیست. اکا چیکار میکنی؟ اکا! بله. اپای گلمن جانون هستم. ایاز از بیمارخانه فرار کرد. در کجا بودنش را نمیدونم و تا حال خبری ندارم. ایاز خوب است جانون، خواطر نشو. در کجاست؟ در برت هست. بگو من هم میآیم. نه در برم نیست جانون. حالا باید تلفن را خاموش کنم. ایاز خوب است، خواطر نشو. او خالی شود به تو زنگ میزند. اپا یگان حالتی بد نیست ها؟ نه خواطر نشو جانون. تنها بعضی کارهای داشت که باید حل کند. او به تو بعدا مفصل میفهماند. فهمو. اپا اگر خالی شود به من زنگ زند. التماس. مایلش تو بازدید.
گل آمد. چی شد گل؟ خواهرم در نزد کلیچ است؟ نمیدونم. کلیچ و زفر در هیچ جا نمی نمایند. از همه پرسیدم اما کسی چیزی نمیدوند و از بیاز هم خبر ندارند. گذر. باز با تدبیر رفتار میکند و خبر را به بیرون پهن نمیکند. خواهرمون را یافته نمیتوانیم. در کجا بودنش را نمیدانیم. در حال خاطر پریشان نشوید. حالا یگان چیز به آخر نرسیده است. مهم آن است که زنده بودن بیاز را فهمیدیم. یگان کاری میکنیم که او را خلاص کنیم. راه نمیدیم که کلیج به بیاز ضرر رساند. این کار چه خیلی میشود اپا؟ ها؟ کلیج او را در کجا نگاه میدارد؟ این را هم نمیدانیم. خواهرم ما را چه خیلی نجات میدیم؟ نمیدونم. من میدونم دادر. چه خیلی نجات دادن خواهرمون را میدونم. بر عوض خواهرمون من تسلیم میشم. لحظه خوب نکردی ها؟ از عیاز یگون خبر هست؟ هست. خوب بوده است. کاری داشته است که باید حل کند برای همان رفته است. خدایا شکر دخترم، خوب بوده است. دخترم برای چی گریه میکنی؟ آخر عیاز خوب گفتی؟ خسته شدم پدر. خسته شدم. از ترسی که کلیش دهن عیاز را میکشد خسته شدم. گریه نکن. گوش کن، من به تو وعده پدرانه میدهم. من بعد من شما را محافظت میکنم. عیاز در نزد من از تو ذره فرق ندارد. وی هم فرزند من است. نخواد من شما را در دست کلیج بمانم. من بعد یک لحظه از شما دور نمیشوم. نمیشود اکا. نمیشود. این را بگیر. بگیر. میمیرم اما تو را فدا نمیکنم. بگیر. پس خواهرمون رو فدا میکنی؟ نمیتوانم اکا. با هر دویتون هم دلم میسوزد. عیاز، اگر خواهرمون با سبب ما بمیرد برای همدیگر چه خیلی نگاه میکنیم؟ ما برادر هستیم گفته چه خیلی در اطراف میگردیم. هرگاهی که به آینه نگاه میکنی از خود شرم نمیکنی. برای من نگاه کرده از من شرم نمیکنی. پس از مرگ از پدر و مادرمون شرم نمیکنی؟ نمیتونم اکا. التماس از هر دویتان دست کشیده نمیتونم. چنین خواهش نکنید اکا. التماس اکا. مرا گوش کن دادرم. پدرم رو در پیش چشمانم کشتند. من چی کار کردم میدونی؟ گریختم.
حتی به قفایم نگاه نکرده گریختم. هر شب این کاری کردم رو خواب میبینم. کلیچ پدرم رو میکشد اما من میگریزم. بسیار شرم میکنم ایاز. آن روز رو به یاد میآورم. از قد و قامت و جوانیم شرم میکنم. حیفی من بر این جوان مرد. اما آن وقت تو کودک بودی اکا. اما حالا من کودک نیستم. نه از کلیچ و نه از مرگ ذره نمیترسم. اما بیاز میترسد. قسم خوردم ایاز، بار دیگر نمیگریزم. وقتی که کلیچ خواهرم رو میدوزد گریخته پنهان نمیشوم. برخیز میرویم. با کجا؟ راه گرد. با کجا؟ چرا این خیل می شود پدر؟ چرا ما خلاص نمی شویم؟ کلیچ از ما چی می خواهد؟ شخصی به مانند قلیسیت نمی شود. اگر پنجه دراز کنی دستت رو طلب می کند. اگر دستت رو دراز کنی خونت رو می خواهد. اگر خونت رو دهی جانت رو می خواهد. به این هم سیر نمی شود. تا مغزت رو نخورد سیر نمی شود. اما با آخر رسید دخترم. من بعد حال دون پیشینه نیستم. بر عوض جانم باشد هم شما رو محافظت میکنم. تو و ایاز را با کلیچی سخت خوراک نخواهم کرد. البته میخواهی که دختری یگانت و داماد آینده ضرر نبینند؟ تو تنها با کلیچ جنگ کن. با تو چی شد؟ مثل که دو میگور برا زیر میکنی و وق میکند. به آرو به ناموسه تو کیستی است؟ اینقدر تو را زدن. آخر تو کیستی؟ چه قوه و دارایی داری؟ تو چخیل با کلیچ دهنی بزرگ زیدیت نشان میدهی. ایاز رو میخواهد بیده تا که رود. مگر از ما قیمت‌تر است؟ بله از تو قیمت‌تر است. یکم گپ داری؟ پدر ایستید آرام شوید. نانی دادن زهری بدنت شود. صدقه خوبی های من شوی نامرد. از زبانت رو آرو کردد که دیگر گپ نزنی زنه که بفهم. چی گپ است؟ چرا داد میزنید؟ طریق مادرت رو گرفته به خانه درو. مادر بیا ما میرویم. بس است. ایاز دلگیر شدم. چه مصیبتی به سرمون آمده است از روی ایاز. پسر تو این است ای آدم. این باره فکر طریق رو کنی میموری. اینجا خانه من است. عائله‌ام و دوستدارانم را اینجا سالها پنهان کردم. در اینجا کسی نمرده است. همه زنده اند. شبانه دائم صحبت میکنیم. ساعتهای دراز درد همدیگر را گوش میکنیم. اکرم برای آنکه کی بودنم را فراموش نکنم این حجره را بنیاد کردم. غضبم را، انتقامم را در اینجا پروریدم. پزمان شوی و حسرتم را در این حجره آرام کردم. تسبیح پدرم، به یادم آمد. این را با خود بگیر.
زهرا هم فاتحه هم بود. کیلیش اول او را کشت. این روز خرسندی من بود ایاز. برای من همچنین بود اکا. برای من همچنین بود. با بیاز نگاه کن، با خواهرمون نگاه کن. وقتی تنهامون کودک خردسال بود، هنوز او کودک بود. سالها خواهرمون را محافظت کرده نتوانستیم. خدا میداند که چه مصیبت ها به سرش آمده است، چه عذاب ها را کشید، اما توانسته است که زنده ماند. حالا باشد به خواهرمون چه خیل رحم نمیکنیم، چه خیل. ایاز، من با کلیچ حیوان تا امروز به خاطر شما جنگ کردم. اگر شما زنده باشید من غالب می شوم، اما اگر بمیرید وی غالب می شود. مرا در نزد آن بیناموز مغلوب نکن. اکا نکن. قید نیست ها؟ خاطری آن کودک کوچه را دانستی و فرزندت را خوار کردی، پست زدی، باری هم با آغوش گرفته فرزندم گفته دوست داری نکردی. گویا که او پسری حقیقیت باشد و این از کوچه آمده باشد. بس از زنک. پسرم را به غضب خود قربان کردی. عیب و گناه است. با سبب تو پسرم از من خنک شد. چه خیلی دوست میدارم. طریق پسری من و جان و جگرم است. نخواد انسان فرزندش را دوست ندارد. خب کن، دروغ نگو. در نزد تو این پسر ذره قدر ندارد. بس کنید، کفایه است. مگر نمیبینید که چقدر غمگین هستیم؟ تو چگونه مادر هستی؟ من مادری بد هستم، همین خیل است. پدری تو فرشته و من شیطان. دخترم، گوشهایت را کشاده با دقت گوش کن. من معرفت های پدرت را یک گویم و تو چخل بودنی پدرت را فهم. ایپک، بس است، بس. ای چی شد؟ میترسی که سیرهایت فاش می شود؟ در نزد تو من فرشته بیگناه هستم. اگر گناه های پدرت را پسی هم گذاریم تا قشلاق راه می شود. دخترم، تو چه ها میگویی؟ چی سفسطه میخونی؟ از ظلم هایی که پدرت به مادرت روا دیده بود. با همدیگر صاحب شوید و در نزد آنها سر خم نکنید. نترسید، هیچگاه دست نکشید. خیلی کم مانده است و نصیب باشد نظام آنها را ویران میکنیم. اکا، دادرم، غمگین نشو. اکاد ارمان ندارد برای آنکه دادری شیر بچه دارد. او آپهش گل و خواهرش بیاز رو تنها نمیگذارد. خیر نباشد. بگو که پدرت به تو چی دروغ و نقل کرده است؟ ها؟ مادر تو گم شده است؟ ایستو، یا اینکه مرده است؟ به تو چی گفت؟ گپ زن. ایپک، خاموش، قربانش شوم. خاموش شو. خاموش نمیشوم.
از نیرنگ‌های تو دلگیر شدم. باید جانان هم بفهمد که تو چگونه آدمی پستی. تو چه ها میگویی؟ پدر چی گپ شد؟ هیچ گپ نیست. رفتیم که می دور میزنیم. ایستید. بگو که با مادرم چی شده است؟ نقل کن. مادر التجا میکنم به خاطر من خاموش شو. من بعد مرا کسی خب کنانیده نمیتواند. گپ زن زهرت را خالی کن مار. مار؟ این پدری تو باشد. تو را از آغوش مادرت به زوری گرفته است و میدانی این را برای چی کرده است؟ ببین، برای این خانه، برای شرکت و برای پول کرده است. مادری تو را تنها گذاشته گریخته است. بیا می رویم. فرهاد آیا از تو چی کار کردی؟ حیات یکم را نجات دادم پیگو. نه اکم را و نه خواهرم را از دست دادن نمیخواهم. فرهاد این خل باشه چی کار میکنی؟ چی خل بیایی از را نجات میدیم؟ نمیدونم، هیچ چیز نمیدونم. من دیده و دانسته او را به مرگ نمیسپارم. تو راضی که او را از دست بدهی؟ راضی هستی؟ پس یاری ده او را بریم زود. این پدری تو وقتی که تو اینقدر بودی از آغوش مادرت دزدید و بعد باری هم تو را با او نشانه داده است. دروغ میگویی. پدر گویید که این همش دروغ است. شما این کار را نمی کنید. شما اینقدر بی وجدان نیستید. پدر گپ زنید. نگویید دروغ است. گویید نکردم. گویید پدر از برای خدا یکان چیز گویید. تولا میکنم. مادرت مرد بگویید. تو را ترک کرد بگویید. گم شد بگویید پدر. بگویید که شما مرا از او نگرفته اید. تولا میکنم پدر. او را باید خوب ببندیم اپا و اگر نه به هوش آید او را اداره کرده نمیتوانیم. انیق از هر دویمون سخت میرنجد. امیدوارم که ما کار درست میکنیم. دلم ذره آرام نیست. ایاز چیکار میکنی؟ ایاز پدر گپ زنید. نکردم گویید. یگان چیز گویید. پدرش گپ زن آخیر و دخترت نقل کن. پدر یگان چیز گویید. من چی کاری کرده باشم برای نیکی شما کردم. برای زندگی نیک و در مکتب‌های بهترین خواندنت کردم. برای از یگان چیز محروم نماندنت کردم. صد افسوس اپا، تو به من امانت یکم هستی. حیات تو را هم زیر خطر گذاشته نمیتوانم. ایاز سفسطه نخون. در را کشا التماس میکنم. با کجایی که رفتنی باشی مرا نیز ببر. با تو یاری میدیم. ایاز در را کشا. ایاز مرا میشنوی. ایاز در را کشا. ایاز الو акам дар барам аст. суроға ро бигӯ.
барои иваз ба он ҷо меоем. Doblado en Olimgusat, México. La venganza.